درود زیر صدای همین نوازش دلنشین و جذاب ما برنامه نوبتی میآموزیم را منظورتان میسازیم و باید قید نماییم که چند ماه قبل ما از همین تالار یک برنامه پیشنهادتان کرده بودیم که 6 مقام سرودیم و امروز باشد میخواهیم با یک هنرمند صاحب ذوق، خوش سلیقه، خوش صدا خورشید ابراهیموف تنبور نوازی را آموزیم. سلام باشید. تشکر. سلام عرض میکنم برای تمامی تماشابینان تلویزیون سفینه و مخصوصا با برنامه میآموزیم. تشکر. بید در اول یک چیز را معین کنیم. همین تنبور که ما حالا در دست شما دیده ایستاده ایم چه فرقیت دارد از دیگر اسباب تاری، رباب و دوتار که نه اونقدر تفاوت دارد به نظر آن نفری که هنوز نمیشناسد؟ بله. در اصل همه اسباب‌های موسیقی هستند. لیکن اگر گیریم اگر تنبور شاهی همین اسباب‌های موسیقی ملی است اگر خطا نکنم، زیرا که 6 مقام جاویدانه ما در دسته همین تنبور تولید شده است و استادان گذشته با همین تنبور نوازش‌ها می‌کردند، سرودها می‌آفریدند و هر یک همین مقام‌هایی که هست راست، بزرگ، نوا، دوگاه، سه‌گاه و عراق در همین پرده‌های تنبور تولید شده است. هر یک پرده آن مثلا پرده های اساسی است و هر یک مقام از پرده های خود اجرا کرده می شود. در برابر این مثلا هر یک مقام با بخشی سازی دارد، یعنی که فقط تنها نوازش است که به واسطه قسمت مشکلات می گویند. اونجا مخمس، ثقیل، تصنیف، ترجیع، گردون، فرفر، نصراللهی و دیگر اثرهایی که هست توسط تنبور، دوتار، ستا اجرا کرده می شود. خب تفاوتش در چی است؟ تفاوت نظررسش. تفاوت نظررسش همین که مثلا مدام اگر هنرمند سراینده و نوازنده تنبوری است و الکی همون چهارچوبه های موسیقی سنتی 6 مقام رو گم نمی کند، زیرا که الکی میداند که مثلا از مقام ری کدام مقام شروع کرده می شود، یا اینکه از مقامی سوال مثلا پرده کدام مقام است، یا اینکه مثلا فدیز میگیریم پرده چارگوی معیر است، یا اینکه اگر لا گیریم پرده زیباپری است. همچون الفبا است و وابسته به دیاپازون سراینده مثلا جورها رو عوض کرده. اگر امکانیت آوازی اقتداری بلند داشته باشد سراینده میتواند تمامی نمودها، تمامی اوجها، تمامی نغمه ها را استفاده کند و اگر اقتدار آوازش پستر باشد میتواند یک دو نمودها رو یعنی که گرفته فقط به همون موافقه آواز خود اجرا کند. فرقیت اصلا در همین است. مثلا دیگر اسباب‌های هم بسیار اسباب‌های موسیقی ملی ما است، لیکن چخیل که در بالا گفتیم تنبور این همین شاهی اسباب‌های موسیقی است. تشکر. یعنی هر نفری که میخواهد از برنماید موسیقی سنتی را پیش از همه تنبور رو می‌آورد، باید بله باید حتما رو آورد به تنبور، زیرا که این تنبور عصرهای عصر تا به امروز آمده رسیده است. زیر هر یک پرده های این استادان برجسته گذشته ما بسیار نغمه و نالش ها و درد ها و احساسات خود را توسط این اسباب موسیقی به مردم بیان کردند. توسط این اسباب موسیقی درد خود را بیرون برآوردند. توسط این اسباب موسیقی ایجاد کردند که امروز همون مثلا ما نصراللهی میگوییم، اشاق سمرقند میگوییم، حاجی عبدالعزیز رسولوف، اشاق صادرخان حافظ میگوییم، معروف خواجه بهادروف میگوییم، که با محمد نیازی، فضل‌الدین شهابوف. ببینید فضل‌الدین شهابوف یک سبک و اسلوب خاصه خود را داشتند. وقتی که اون کس تنبور می‌نواختند در حقیقت نسبت به دیگر تنبور نوازی اون کس فرق میکرد. تا حالا مکتب اون کس پابرجاست و امروزها با افتخار گفته میتوانم که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خواجه ستاروف شاگردان ادامه دهنده کار استاد فضل‌الدین شهابوف شده ایستادند و پیروی کرده ایستادند و همون شیوه و گفتار و همون سبک و اسلوب و مکتب استاد را از نو زنده کرده ایستادند که این افتخاری بلند است. یعنی از این فهمیدن ممکن است که با یک اسباب ما میتونیم هر گونه نوازیم. بله این 6 مقام خودش بدونید از هر یک پرده همین تنبور مثلا یک چند ناله ها رو برآوردن ممکن است. این وابسته یکم به حالت همون نفر است، همون سراینده نوازنده است و وابسته به استعدادش، اقتدارش. بله. و 4 تار دارد. بله 4 تار دارد. مثلا جوری یکمش جور می شود با سول
سیمی سیومش وابسته به مقامی که شما انتخاب میکنید میشود ری میشود دو میشود. اگر ری کنیم پرده جرنگدار علاقه ما خیلی میشود. اگر مدامی که دو میکنیم پرده جرنگ در دو پرده دو جرنگ میدید. یعنی که از ری میشود سیمی سیومش به همین ری یا دو جور میشود باز چهارم سیم با پرده ساده. و همان نفری که میخواهد این اسباب موسیقی را آموزد دوست می‌دارد ارج می‌گذارد طولی چقدر وقت شما درس می‌دهید تا اینکه بیاموزد؟ میدونید برای چی همه تنبور نواز نیست؟ برای این پیش از همه صبر و تحمل درکار. هر یک جوانی که هر یک نورسی که به این راه می‌رود باید در راه انتخاب کرده خود باید استوار باید باشد. مشقت می‌طلبد است. بله مخصوصا برای تنبور نوازی زیرا که اگر رباب رو گیریم با میزراب دیگر نواخته می‌شود. این تنبور ببینید میزراب مخصوص خود رو دارد. این یک چند نمود شتریخ‌هایی هست، یک چند نمود ریزهایی هست که این رو پیوسته باید مشق کرده است هر یک نوازنده. مثلا در مدت روز نه کمتر از 2 ساعت 3 ساعت هر روز باید در جریان مشق باشد. زیرا که اگر مشق نکردید الکی این دستا گویا که خوب می‌رود. انا همون چیزی که شما می‌خواهید هنگامی یگان این یا اون اثر رو نواختن یا سرود رو اجرا کردن برارید همون چیزی می‌خواستتان رو کرده نمی‌توانید. سر فرود نمی‌آورد. بله باید مشق باشد. همزمان دستی چپ شکلی که در بالا گفتم مثلا از همین پرده ر مثلا فا یا اینکه می فا دیز برآوردن ممکن این مهارت رو طلب می‌کند. این بعد 1 سال 2 سال این چیز نمی‌شود. البته هر یک نفری که تنبور نواز شده می‌خواد باید در مکتب در استاد مخصوص باید درس گیرد. سر اول مشق رو درست طرز تنبور رو قپیدنش رو درست بآموزد. در گذشته استادان ما این خیلی می‌نواختن با این طرز می‌نواختن. انمی استاد فضلی شهاب و شاهنظر صاحبوف با انمی اسلوب می‌نواختن که بسیار رو با دیگر خیلی صدایش میبره با این طریق. بله این خیلی کشیش‌ها و ناله‌ها کمتر دیگر خیلی تر است. حالا عادت شده است ما این خیلی می‌نوازیم. حالا اکثریت این خیلی بله بیشتر درباره نواختنش خوش نگون چی که درس آموزید. نواختن اصلا من تنبور نواز خود رو حساب نمی‌کنم. سبک‌های استادان رو پیوسته گوش می‌کردم و مخصوصا همین سبک اسلوبی صادرخان حافظ معروف خواجه بهادروف که با یک لحن زیبا و گوارا تنبور نواخته سرود می‌خوندن. مثلا بیا که مجلسی خوبانی با وفا اینجاست سرودی مطربی رندانی خوش نوای اینجاست و دیگر استادان من هوس میکردم آرزو میکردم. در گذشته مثلا استادان گذشته ما میگفتن که حافظی به تنبور زنبوری به عسل میگفتن. مادامی که حافظ تنبور مینوازد و الکی میداند دیاپازون خود رو میداند مثلا معیار پرده سراییدن خود رو میداند که تا کدام پرده تا اکتاوی چندم اقتدار آوازش میرسد وابسته به همان این بسیار یک چیزی که در بالا گفتم همچون الفبا همچون یک و شما رو پیش میبرد کمک رسان است. هر یک پرده ها همین مخصوص کشیش ها هست که این همین چخیلی که
شخص حس میکند همون رو توسط آهنگ باید برآورد. مثلا بعضا دلتون میخواهد که همون احساساتی که مثلا همون دردی که در دل دارید توسط آهنگ بیان کنید، لیکن اون رو کرده نمیتوانید. برای چی؟ برای اینکه حالی تجربه زیاد ندارید، حالا مهارت خوب ندارید. برای هم میگوید که حتما باید در دست یگان استاد تعلیم گرفتن. در همه کار هست که باید در دست یگان استاد تعلیم گرفت، لیکن در تنبور نوازی مخصوصا باید همون معلم خوب رو دریافت کرد که همین نازکی ها رو، هر یک پرده رو مثلا نازکیش رو حس کرده توانید آموزید تا در آینده همچون تنبور نوازی نامی بین مردم شناخته شود. باز خیلی که در بالا گفته گذاشتید وقتی که هرچی بیشتر مشق میکند آدم بعدا همین دستهایش نیست بیشتر احساس میکنه. بله. بعد هر آن چیزی رو که میخواهد میتواند آن چیزی که میخواهد دل میخواهد و یا برآوردن آسان میشود. این برای این تجربه در کار، برای این زحمت، مهنت در کار، صبر در کار. و موافق شرط برنامه من میتونم حالا تنبور رو به دست گیرم حداقل یگان اون چی رو آموزم. مرحمت میدونید خردترینش حداقل طرزی داشتنش من این ببینید همین خیلی آزاد. اگر شخص مجبور هست اون چی که میخواهد برآورده نمیشود. هم دستی راست و هم دستی چپ باید در همه حالت آزاد باشد. آهنگی که انتخاب کرده میشود سر اول خوب باید در خود هضم کنید. هضم کردن با اون مضمون که باید از خود کرد. زیرا که مثلا بند یک بار مثلا یک اثر رو از خود کرده نمیشود. بند اونجا مثلا اول سرخط میشود، میان خط، بازگوی خانه ها میشود، نمود استفاده میشود. یک بندش رو امروز از خود میکنید، توسط معلم کار میکنید. همین خیلی آهسته دیدید که در دوام 10 روز، 15 روز، 20 روز، یک ماه، بالاخره 1 سال، 2 سال مهنت زحمت شما یک نتیجه خوب میدید. به شرطی که شما در راه انتخاب کرده خود استوار باشید. مرحمت تنبور به دست شما. تشکر. خیلی سبک است. بله. من این ناخون میزراب میگویم، من همین با همین میزراب میدونید میزراب هم وابسته نه این خیلی است. این خیلی میزراب هم وابسته به انگشتی هر یک نفر آماده کرده می شود. اندازه انگشتش استاها این رو آماده میکنن، میسازن که همون چنین موافق انگشت باشد و با انگشتی اشاره میاندازن. بله. همین یکم کاری که میکنه انگشت بالا پایان زدن درس اولین. سیم یکم هم وقت نواخته می شود. همه وقت سیم یکم نواخته می شود. چخیلی که در بالا گفتم سیم های بالا برای جر دادن، برای همین جرانگاسی کردن هنگامی مثلا پرده های ر، سال یا اینکه دو. و سیم یکم رو از اینجا می داریم با انگشتی اشاره. بله. درس اول شروع شد. انکو کوشش کنید که فقط تنها یک انگشت جنبد. دیگر انگشت ها باید اینجا باید ایستد. اینجا. گویا اینها یاری رسان است به شما. انکو کمی دشوار است خیلی گیریم. این در اول همه خیلی به شما وانمود است می نماید. وقتی که شما علاقه عادت کردید این برای شما یک مشکلی پیدا نمیکنه. گوش کردن تنبور آواز شیرینش خیلی آسان است. لیکن نواختنش دشوار بود است. مثلا منم وقتی در یاد دارم در انسامبل چشمخان خانان نورسی به نام بوی محمد نیاز در شهری کاری بودم رفته بودم. اون سرودهایی که استادان رو با ما میدادن به بخچه برنامه ساخت خوانده بود، یعنی که استاد فضلی شاهبوف، نری امینوف، بوی محمد نیازوف، شاهنظر صاحبوف خانه می آمدم بعضا گوش میکردم. راستی گپ همه اون رو در خود من هضم کردن مشکل بود، برای که من بسیار جوان در این کار وارد شده بودم، سال نمیدونم چند سال داشتم و با پدرم پیوسته میگفتم که من چشمخان خان نمیشم. برای چی میگفتن که این سرودها رو من از عهده اجرایی نمیبرم، دشوار است. پدرم میگفتن که نه، باید استوار باید باشه. امروز میگوید این کار مشکل است، فردا میگوید دیگر کار مشکل است. آدم با این طرز به هدف خود رسیده نمیتواند. یک چند مدت تا وارد شدن کمتر در من مشکلی بود. در من همون احساسی مانعگی، دلماندگی از روحی انتخاب کردم حس کرده میشد. من این رو خود حس میکردم و رفته برای من یک چیزی معمولی شده بود. هم خیلی عادت شده بود. خود را راحت احساس بله.
خب پس از آنه که ما فهمیدیم چگونه باید تنبور داشته شود در دست، یعنی حتما که با یک انگشت می‌داریم و دست اینجا نباید ایستاد، دست رو باید جدا گیریم. فقط همین باید همین انگشت باید همه وقت آزاد باشد. اگر این را شما مجبوری میکنید این هیچ وقت دستی شما چی گویم رام کرده نمیتوانید انگشت رو به خود. برای که خواسته چیز برایت همه وقت باید آزاد باید باشد. آزاد باید همین بالا پایان آهسته آهسته این بعد این مشق تست کرده می شود. این درس اول است. بعد باز دیگر اشتراخ‌های هست که مشکل تر است. هنگام اجرای این یا آن اثر یا سرود و اشتراخ‌ها حتما لازم است. این بعد درس‌های آینده بود. و باز چرا میتونیم امروز آموزیم؟ امروز به فکر من همین کفایه است به درس اولی که طرز درست داشتن اسباب موسیقی یا تنبور. بعد همین من ببینید آزاد موندن. بعد این آهسته آهسته میشود تیز میشود. مدام که این تیز شد یعنی که ریز میشود. در کنسرواتوار ملی تاجیکستان هست کاتدرای سرایندگی عنعنوی که سراینده ها تحصیل میکنن چشم خم رو از خود میکنن و باز هست کاتدرای مطربان عنعنوی که به واسطه تنها با نوازنده ها سر و کار دارند. آنجا تنبور نواز هست، رباب نواز هست، نای نواز هستند، مثلا قانون نواز، دیگر اسباب‌ها که پیوسته با این اسباب‌های موسیقی سنتی سر و کار میگیرند. تنبور مخصوص خاص برای خود آهنگ‌هایی دارد که توسط این باید اجرا کرده شود. پس بیایید در آخری برنامه باز هم یگان نوازش زیبایی را پیشنهادی بیننده بسازیم. تشکر، خسته نباشید. سلامت باشید. ما خیلی سرفرازیم که شما ساعتی را جدا کردید از فرصتی بسیار قیمتی خود و برای ثبت این برنامه اینچنین برایمان آموزانیدید، اینچنین نواختید. سلامت باشید. دوستان عزیز، با همین برنامه نوبتی می آموزیم رو نیز جنبست میکنیم. خانه آباد باشید. خیر.